خب بچه ببخشید من نبودم، درگیر یه سری کارا بودم. قرار بود تابستون باشه بیشتر ویدیو بزنم، ولی خب یه سری قرار شروع کنم که نقاشی یوتیوبرها رو بکشم. آره اول قسمتم ناراتوه، سمستر ناراتو، بریم که ببینیم. خب اینجا هرچی میخواستم کلشو در بیارم و اون حالت چیزش نقابشو بذارم نمیشد. گذاشتم، موهاشو کشیدم، عینک آفتابیشو گذاشتم، واسه یه دونه شارینگ کنم کشیدم به خاطر ویدیویی که کاسپل ایتاچی کرده بود. بعدش دهنشو گذاشتم خیلی وحشت. بعد بدنش اینجا میخواستم از بیمار روانیش کنم که نشد، خیلی زشت میشد، واسه همین یه طور دیگهش کردم. خود واقعیش برام نشون میدم. یه دونه TNT کشیدم به خاطر اینکه این ناراتوه، پس اینشو قرمز کردم. یه عین خونی رو لباسش کشیدم، اون یکی دستش هم گذاشتم. این یکی فیلم تنستیل داره که بتونه اون TNT رو روشن کنم. آره حالا این متا کرافت میخواستم بنویسم، دیدم جا نمیشه، اومدم اونور بنویسم. متا کرافت متاش آتیش گرفته، حالا چی میشه؟ این بولدوزرهای حالت چیز میان متا رو بلند میکنن و جاش بتا میذارن. بله جاش بتا میذارن. بعدش خواستم واسهش اجرای آرل کرافت بکشم، نشد، خیلی افتضاح میشد. واسه همین یه ساختمون کشیدم، روش یه اجرا کشیدم. اجرا هم شبیه نینتندو شده. اجرای نینتندو تو ماریو بود فکر. آره خلاصه بدنش رو آوردم، پاهاشم کشیدم. حالا میریم رنگ حالت نقابش. بچه من یادم رفت رنگش کنم، یه ویدیو دیگه است. آره خلاصه خون اومد، لباسش رو کشیدم، این حالت عینو داشت، فیلم تنستیلش رو رنگ کردم، اومدم TNTش هم رنگ کردم. دیدم این انگار چیزش کمه، اومدم در حال انفجارش کردم. اینطوری در حال انفجارش کردم که انگار داره قشنگ میترکه. پنجره ساختمون رو رنگ کردم، بتا رو رنگ کردم، نمیدونم چه اشکالی پروکرییت داره ولی خب آره. متا آهنیه ولی اینجا آهنش ول شده، واسه همین چیز شد، در اومد بود. آره خلاصه این اجرا هم کشیدم، واسش عینا گذاشتم، رنگش کردم و خدافظ.